دادگاه نظامی ولایت بدخشان 4 افسر قسم مرزبانی نویه دروازه را با اتهام بیرون برآمدن از وکالت‌های منصبی جریمه کرده است. این 4 افسر پس از کشته شدن سفربک خانوف سرباز مرزبان در نویه درواز از مقام‌هایشان برکنار شدند و دادستانی نسبت آنها پرونده باز کرده بود. مقامات گفتند سفربک خانوف روز 25 آگوست وقتی یک افسر را گروگان گرفت و دیگران را با سلاح تهدید کرد، او را بی‌ضرر گردانیدند. یک منبع از مقامات انتظامی روز 11 ینور بر رادیو زودی گفت که نسبت به این حادثه 2 پرونده باز شد. بر اساس یک پرونده 4 افسر مسئول این قسم نظامی برای خنک نظری که باعث سر زدن حادثه شده است به جوابگری کشیده شد. پرونده دیگر نسبت به 2 افسر باز شده است که یکی فرمان پراندن سرباز را داده است و دیگری آن را اجرا کرده است. پرونده دوم هنوز نهایی نشده است، اما به گفته همصحبت ما با احتمال زیاد 2 افسر دیگر حکم زندان میگیرند. روز 25 آگوست سال گذشته مقامات گفتند که سرباز قسم حربی سرحدبانی سفربک خانوف پس از گروگانگیری یک پراپرشک قسم نظامی در حدود دهه ویشخروی نویه دروازه ولایت بدخشان کشته یا به اصطلاح تفتیشات بی‌ضرر گردانیده شد. ایدیبک خانوف پدر این سرباز میگوید بنابر نداشتن وقت در مرافعه‌های دادگاه شرکت نکرد و جزای آنهایی را که در مرگ فرزندش دست دارند به دادگاه حواله کرده است. قبلا پدر این جوان گفته بود که از روی نشانه‌های ظاهری آثار تیر در بدن پسر به چنین خلاصه آمده است که به او نه از دور بلکه از نزدیک در دلش تیر زدند. او گفت امک و 2 برادرش جسد را شستند و گفتند که تیر در دلش زده است و در بدنش داغ‌های سیاه و آثار لطوکوب هم عیان بود. در حالی که مسئولان تفتیشاتی از شرح قضیه خودداری میکنند، افراد آگاه از این پرونده میگویند قضیه چندان ساده نیست. معلوم نیست که گروگانگیری پراپرشک و تفصیلات کشتاری او بعداً چگونه صورت گرفته است. بعضی منابع میگویند خانوف با خود نارنجک هم داشت، ولی تصدیق درستی این حرفها توسط منابع مستقل فعلا امکان ندارد. ائتلاف ضد شکنجه در یک گزارش خود از آخر سال 2016 نوشت که در سالهای 2014-2016 در قسم‌های حربی تاجیکستان 59 سرباز مورد شکنجه و بدرفتاری قرار گرفته 11 نفر به هلاکت رسیده است. در تاجیکستان در یک سال 2 بار بهار و تیر ماه دعوت جوانانی از 18 تا 27 ساله به صف ارتش برگزار می شود.